الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوستان محترم و معزز و مکرم بینندگان عزیز شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما ارجمندان هستم در قسمت 142 برنامه خودتان، برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه قسمت های گذشته در مورد احکام و مسائل و آداب و فضائل رکن چهارمی از ارکان اسلام روزه هست، که بعد از اینکه فضائل و احکام روزه ماه مبارک رمضان را بیان کردیم و در چند قسمت گذشته پرداختیم با بیان احکام و مسائل و فضائل روزه های نفلی، که روزه های نفلی مقید و مطلق را در روشنای احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فضائل و احکام آن را خدمت شما در دو سه قسمت گذشته بیان کرده بودم و در قسمت گذشته این را هم بیان کردیم که از جمله احکام روزه های نفلی این است که خانم بدون اجازه شوهرش روزه نفلی را گرفته نمیتواند. وقتی که شوهر خانم در خانهش حاضر بوده باشد باید اگر روزه میگیرد با اجازه شوهرش بوده باشد. و همچنین این را بیان کردم که کسی که روزه نفلی میگیرد او امیر نفس خود هست، میتواند که در هر قسمتی از قسمت‌های روزه خود را افطار کند و بعد از او مستحب است که قضای آن را بیارد و اگر نه آورد هم برای از او اشکالی نیست. و در این قسمتی از برنامه میپردازیم با بیان ایامی که روزه گرفتن آن، روزه هایی که روزه گرفتن آن محرم و ناجایز است و همچنین روزه هایی که روزه گرفتن آن مکروه است. و گفتم که صوم مطلق این است که انسان میتواند که در هر روزی از روزه های سال روزه بگیرد و افضلی از او آن است که روزه داود علیه السلام است که یک روز روزه بگیرد و یک روز روزه خود را بخورد. اما چند روزه های است که شریعت اسلام روزه گرفتن آن را محرم و ناجایز قرار داده، که او عبارت است از روزه های دو روز عید، روز اولی عید رمضان و همچنین روز اولی عید قربان و همچنین ایام تشریق که روز دوم و سوم و چهارم عید قربان است، یا روز 11 و 12 و 13 ذوالحجه و همچنین روز شک روز سیوم ماه شعبان است که مهتاب ماه رمضان به اثر ابر بودن آسمان دیده نشود و انسان ها در شک قرار بگیرند که آیا امروز رمضان هست یا نیست. او روز هم روزه گرفتنش محرم است، باید شعبان 3 روز تکمیل شود و بعد از او رمضان آغاز گردد. در مورد روز عیدین، روز اول عید رمضان و روز اول عید قربان، احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است دلالت کردن بر این است که این روزه گرفتن این دو روز محرم و ناجایز است. از جمله حدیثی که از حضرت ابو سعید خدری روایت شده است و حدیث متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم او را روایت کردند که حضرت ابو سعید خدری فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر و یوم النحر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن دو روز ما مسلمان ها را منع کردن، نهی کردن، باز داشتن. یکی روز فطر، روز اولی فطر، عید فطر، و دیگر روز نحر که روز اولی عید قربان هست. پس این حدیث دلالت کننده بر این است که روزه گرفتن این دو روز محرم و ناجایز است، چون نهی ظاهرا دلالت میکند بر تحریم و این رأی جمهور علما است. و حتی گفتند که اگر کسی روزه نذری خود را در این روزها قرار بدهد، اگر بگه که اگر فلان کاری ما شد من روز اول عید قربان را یا روز اول عید رمضان روزه میگیرم، این روزه این دو روز را نذر قرار بدهد، باز هم نذری از او منعقد نمی شود، چون نذر بر معصیت منعقد نمی شود، چون این روزه گرفتن این دو روز محرم و ناجایز است. پس یک نوع معصیت هست و نظر معصیت هم جواز ندارد. و همچنین در روایت امام مسلم رحمت الله علیه آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یصح الصیام فی یومین، روزه گرفتن در این دو روز جایز صحیح نیست، که روز اول عید قربان و همچنین روز اول عید رمضان. و در روایت دیگه هم از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده که ایشان فرمودند نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صومین
یوم الفطر و یوم الاضحى. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دو نوع روزه منع کردن، نهی کردن، از روز فطر و همچنین از روز اضحی، یعنی از اولی عید رمضان و از روزه گرفتن اولی عید قربان. و همچنین حدیث دیگری هم از عمر بن الخطاب به این معنا، از حضرت عمر بن الخطاب و همچنین از پسرش عبدالله بن عمر و از ابو هریره و حضرت عایشه، این به همین معنا روایت های آمده. و امام نووی رحمت الله علیه در شرح مسلم میگوید که اجماع علما بر این است که روزه گرفتن این دو روز محرم و ناجایز است، حتی ولو روزه قضایی باشد یا روزه نظری باشد یا روزه نفلی باشد، هر نوع روزه در این دو روز محرم و ناجایز است. و روز دومی یا نوع دیگری از روزهای محرم و ناجایز روزه گرفتن ایام تشریق هست که او عبارت است از روز دوم و سوم و چهارم عید قربان یا روز 11، 12 و 13 ماه ذوالحجه. و این ایام و روزها را ایام تشریق به خاطر ازی گفته می شود که انسان ها در این روزها قربانی میکنن و گوشت های قربانی خود را قطع قدید می سازند، در آفتاب میگذارن خشک شود به شکل قدید، یا اینکه قربانی های خود را بعد از اشراق آفتاب، بعد از برآمدن آفتاب ذبح کردن آن را شروع میکنند. از او خاطر این ایام را ایام تشریق نامیده شده است و روزه گرفتن این ایام هم محرم و ناجایز است و تحریم آن در احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیثی که امام مسلم از نبیشه الهذلی، یک صحابی به نام حضرت نبیشه هذلی بود، از او روایت کرده اند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند که ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر الله تعالی، روزهای تشریق که روزی دوم و سوم و چهارم عید قربان است، این روزهای خوردن و نوشیدن ذکر الله متعال هست، لذا شما در این روزها بخورید و بنوشید و ذکر الله متعال را بکنید و روزه نگیرید. و این مطلب از صحابه دیگری هم ثابت شده است، از جمله از کعب بن مالک و همچنین از ابو هریره و بشر بن سحیم و عقبه بن عامر و از ابن عمر. و این مطلب را امام مسلم و همچنین ابن حبان و امام بزار و امام نسائی و اصحاب سنن اینها همه این مطلب را از صحابه متعددی روایت کردند. و از جمله روایت امام بزار است که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ایام التشریق ایام اکل و شرب و صلاة فلا یصومها احد. ایام تشریق روزهای خوردن و نوشیدن و روزهای نماز خواندن است، پس کسی این روزها را روزه نگیرد. و همچنین امام احمد و امام ابن خزیمه رحمت الله علیهما از حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب روایت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انها لیست ایام صیام انها ایام اکل و شرب و ذکر. این ایام تشریق ایام روزه نیست، شما این روزها را روزه نگیرید، این روزها روزهای خوردن و نوشیدن و ذکر الله متعال هست. و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه از حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هذه الايام التي نهى، که حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص فرمودند هذه الايام التي نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صيامهن و امرنا بفطرهن. این روزهای تشریق روزهایی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را از روزه گرفتن این روزها منع کردند و ما را به افطاری کردن و خوردن در این روزها امر کردند. پس بنابراین احادیث علما به این اتفاق نظر دارند که روزه گرفتن این روزها محرم و ناجایز هست. و این 5 روز در حدیث دیگری یک جای جمع شده است، تحریم از او بیان شده است. حدیثی که امام دارقطنی از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن صوم 5 ایام فی السنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن 5 روز در یک سال منع کردند که آن 5 روز کدام است؟ یوم الفطر و یوم النحر و 3 ایام التشریق، که روز اول عید رمضان و روز اول عید قربان که و 3 روز ایام تشریق هست که دوم و سوم و چهارم عید قربان. از این 5 روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان ها را از روزه گرفتن این 5 روز منع کردند. و بنا به احادیث علما به این اتفاق نظر دارند که
جمهور علما به این اتفاق نظر دارند که این امر در مورد حاجی که متمتع بوده باشد یا قارن بوده باشد استثناء شده است. یعنی حاجی که متمتع هست یا قارن است بر بالایش هدی واجب است، قربانی کردن واجب هست و پول هدی را ندارد، باید چی بکند؟ باید در بدل آن 3 روز در ایام حج روزه بگیرد و 7 روز دیگر بعد از اینکه از سفر برمیگردد و به منزل خود برمیگردد بعد از او روزه بگیرد، همچنان که در آیه کریمه ثابت شده است فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم. کسی که پول هدی قربانی را ندارد و حج تمتع یا قران کرده است باید در بدل آن قربانی که میکند 10 روز روزه بگیرد که 3 روز در ایام حج هست و 7 روز دیگر بعد از اینکه به خانه خود برمیگردد. این 3 روز را علما گفتند که مراد از او این ایام تشریق هست و جمهور علما این رأیشان است و گفتند که کسی که حاجی متمتع و یا قارن بوده باشد و پیسه هدی را نداشته باشد میتواند که این 3 روز را روزه بگیرد و این مطلب در حدیث هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، از جمله حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه و همچنین از ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که ایشان فرمودند لم یرخص فی ایام التشریق ان یصومن الا لمن لم یجد فیه. روزه گرفتن ایام تشریق برای هیچ کسی اجازه داده نشده است که این ایام را روزه بگیرد مگر برای حاجی که هدی پیدا نمیکند، هری بر بالایش واجب هست، حاجی متمتع یا قارن است، پول آن را ندارد، می شود که این 3 روز را روزه بگیرد. و همچنین امام دارقطنی و امام طحاوی رحمت الله علیهما چنین روایت کردند که رخص رسول الله صلی الله علیه و سلم للمتمتع اذا لم یجد الهدی ان یصوم ایام التشریق. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای حاجی متمتعی که پول هدی قربانی را ندارد برای از او اجازه دادند که ایام تشریق را روزه بگیرد. پس بنابراین روزه گرفتن ایام تشریق محرم و ناجایز است و از این حکم حاجی که متمتع هست و یا قارن هست و پول هدی را ندارد از این حکم مستثنا هست، میتواند که این 3 روز را در بدل آن 3 روزی که قبل از حج گرفته می شود روزه بگیرد. و همچنین از ایام محرم و ناجایز که روزه گرفتن آن محرم و ناجایز است یوم شک هست و مراد از یوم شک یا روز شک روز 30 ماه شعبان هست که مسلمان ها کوشش کردند و در اثر اینکه آسمان ابری بوده مهتاب را دیده نتانستند و در شک شدند که شاید این روز اول رمضان باشد، شاید روز 30 شعبان باشد، این روز را باید روزه نگیرند چون روز شک هست و باید این را روز 30 شعبان قرار بدهند و روزه گرفتن این به حساب رمضان محرم و ناجایز است. و این مطلب در حدیثی که امام بخاری در تعلیقات خود و همچنین اصحاب سنن از عمار بن یاسر رضی الله عنه روایت میکنن آمده که ایشان فرمودند من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، کسی که روز شک را روزه میگیرد او معصیت ابو قاسم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را کرده است. همچنین در حدیث دیگری آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فان غم علیکم فقدوا فاکملوا شعبان 30، اگر هوا ابری بود نتونسته که مهتاب را دیدید باید شما شعبان را 30 روز پره کنید و اون روزی 30 که روز شک است او را باید روزه نگیرید. این بود دوستان عزیز ایامی که روزه گرفتن آن محرم و ناجایز است. بعد از دیدن یک برنامه کوتاه میپردازیم با بیان ایام و روزهایی که روزه گرفتن آن مکروه است. با ما باشید. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترامات مجدد خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم. قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم که 5 روزی هست
که روزه گرفتن آن را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم محرم و ناجایز قرار دادند که او 5 روز، روز اول عید رمضان و روز اول عید قربان است و 3 روز ایام تشریق. علاوه بر این 5 روز روز شک، روز 30 شعبان هست. روزه گرفتن آن هم به حساب رمضان محرم و ناجایز است و روزهای دیگری هست که روزه گرفتن آن مکروه هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کراهیت پنداشتن روزه گرفتن در آن روزها را که عبارت است از روز جمعه به تنهایی روزه گرفتن و در بعضی روایت ها هم آمده که روز شنبه را به تنهایی روزه گرفتن و همچنین ایام آخری ماه شعبان را تا که انسان در که رمضان داخل می شود احساس ضعیفی و ناتوانی نکند و همچنین روزه گرفتن همه عمر بدون افطار، همه عمر روزه گرفتن. این روزها را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث مکروه پنداشتند. در مورد روز جمعه یا افراد روز جمعه به روزه یا تنها روزه گرفتن روز جمعه، حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این کار منع کردند که باید روز جمعه به تنهای خود روزه نگرفته شود و همچنین شب جمعه به تنهای خود عبادت یا قیام اللیل انجام داده نشود. حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه بر این امر دلالت دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تخصوا لیلة الجمعة بقیام من بین اللیالی، شما شب جمعه را از بین تمام شبهای هفته با قیام اللیل اختصاص ندهید. چنین نکنید که شما در دیگر شبها قیام اللیل را انجام ندهید و فقط آن را مختص بسازید به شب جمعه. شب جمعه را مختص به قیام اللیل نسازید. اگر در دیگر شبها هم قیام اللیل را انجام میدهید، در شب جمعه هم انجام بدید. اگر در دیگر شبها انجام نمیدهید، تنها شب جمعه را مختص به قیام اللیل نسازید. ولا تخص یوم الجمعه بصیام من بین الایام، و همچنین روز جمعه را در بین روزهای هفته مختص به روزه گرفتن نسازید که دیگر روزها را همراهش روزه نگیرید. روزهای دوشنبه و پنجشنبه را نگیرید، روزهای شنبه را بعد از اون نگیرید و فقط روز جمعه را مختص به روزه بکنید. این کار را شما نکنید. الا ان یکون فی صوم یصومه احدکم، مگر اینکه با روزه یکی از شما برابر شود به یکی از روزهایی که شما آن را روزه میگیرید. روزهای روزه گرفتن مستحب و سنت است، به او برابر شود. مثل روز عرفه در روز جمعه بیاید، یا روز عاشورا در روز جمعه بیاید، یا کسی که یک روز را روزه میگیرد یک روز را میخورد، روز جمعه مصادف با روزی شود که او روز را روزه میگیرد. در این صورت اشکالی ندارد. و همچنین در حدیث متفق علیه از حضرت ابو هریره روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا یصومن احدکم یوم الجمعه الا ان یصوم یوما قبله او یوما بعده، هیچ یک از شما روز جمعه را به تنهایی خود روزه نگیرد مگر اینکه یک روز قبل از او را با او روزه بگیرد یا یک روز بعد از او را با او روزه بگیرد. یعنی روز پنجشنبه را با جمعه یک جای روزه بگیرد یا روز شنبه را با جمعه یک جای روزه بگیرد. و همچنین امام بخاری رحمت الله علیه و امام ابو داود و ابن خزیمه از حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز در خانه ام المؤمنین جویریه بنت حارث تشریف بردند که یکی از جمله امهات المؤمنین بود و در خانه ایشان تشریف بردند و آنها روزدار بود. و این روزی که آنها دوران روز به خانه ام المؤمنین جویریه رفتن روز جمعه بود و دیدند که حضرت جویریه روزدار هست. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اصمت امس، آیا دیروز که پنجشنبه بود تو روزه گرفته بودی؟ حضرت جویریه فرمودند که لا، ما این کار را نکرده بودم. و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اتصومین غدا، آیا فردا که شنبه هست نیت روزه گرفتن را داری؟ حضرت جویریه فرمودند که لا، من روزه گرفتن فردا را هم ندارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فافطری اذن، پس در این صورت روزه خود را بخور و روز جمعه را به تنهایی خود روزه نگیر. این حدیث و حدیث دیگر دلالت بر این دارد که روزه گرفتن روز جمعه به تنهایی خود ناجایز است و همچنانه که قیام این شب جمعه به تنهایی خود ناجایز است. رسول اکرم منع کردند که باید شب جمعه به تنهایی خود قیام انجام نشود. اگر شخصی دیگر شبها را قیام انجام نمیدهد، شب جمعه را هم
در این شب هم قیام انجام ندهد. لذا امام نووی رحمت الله علیه در شرح مسلم می‌فرماید که علما به این اتفاق نظر دارند که قیام شب جمعه به تنهای خود مکروه است و آنچه که بعضی از مردم به نام صلات الراغبین ایجاد کردند که آن را در شب جمعه میخوانند، حضرت امام نووی می‌فرماید که این یک نوع بدعت منکره است که در دین ابتداع کرده بعضی مردم و این ناجایز است. و همچنین روزه گرفتن روز جمعه به تنهای خود گفتم که در این احادیث منع آمده و رأی جمهور علما این است که این من حمل به کراهیت است و اگرچه عده از علما رأیشان این است که این محرم و ناجایز است، لیکن جمهور علما رأیشان این است که این مکروه است و مکروه است که انسان روز جمعه را به تنهای خود روزه بگیرد. و در مورد اینکه اگر روزه گرفت در حالت نافهمی روزه گرفت، حق دارد که بعد از اینکه فهمید حق دارد که روزه خود را بخورد، همچنان که بر این امر حدیث عبدالله ابن عمرو دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ام المؤمنین جویریه را امر کردند که تو روزه خود را بخور، چون در حالت نافهمی بوده. وقتی که فهمی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ازشان پرسان کرد که دیروز روزه نگرفته بودی و فردا هم نیت روزه گر نداری، باید روز شنبه را جمعه را به تنهایی خود روزه نگیری و روزه خود را بخوری. پس بنابراین کسی که در حالت نافهمی روز جمعه را روزه میگیرد، بعد از اینکه موضوع برش معلوم شد، قضیه برش معلوم شد، حکم شرعی برش معلوم شد، باید روزه خود را بخورد و یا اینکه روزه خود را تکمیل کند و روز شنبه را هم همراه از او یک جایی روزه بگیرد. و در مورد حکمت منع کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن روز جمعه، بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، علما چند حکمت در این مورد بیان کردن. حکمت اولش این است که چون روز جمعه روز عید هفته است، همچنان که در حدیث آمده، حدیثی که امام احمد را از حضرت ابو هریره روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یوم الجمعه یوم عیدکم، یا در روایت آمده که یوم الجمعه یوم عید الاسبوع، روز جمعه روز عید هفته هست یا روز عید شما هست. و بنابراین وقتی که روز عید هست، چون در روز عید هم روزه گرفتن نمی شود، روز عید روز خوردن و نوشیدن و روز ذکر الله متعال هست، بنابراین در روز جمعه هم باید روزه گرفته نشود، چون روز عید است، روز خوردن و نوشیدن و روز ذکر الله متعال هست. همچنان که امام ابن ابی شیبه با سند حسن از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنه که ایشان فرمودند من كان منكم متطوعا في الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر. کسی از شما اگر میخواهد که روزه نفلی بگیرد در خلال ماه، باید روزهای پنجشنبه رو روزه بگیرد و روز جمعه را روزه نگیرد، چون روز جمعه روز خوردن و روز نوشیدن و روز دعا کردن و ذکر الله متعال هست. و علت دوم این را بیان کردن که چون روز جمعه روز دعا و عبادت و روز نیایش است، روزی که در این روز نماز جمعه ادا می شود و باید انسان بپردازد به عبادت هایی که مختلفی که در این روز آمده، غسل کردن روز جمعه، خواندن سوره کهف و وقت رفتن به مسجد و گوش دادن به خطبه جمعه و دعا و نیایش کردن بعد از نماز عصر در ساعت های اخیر این روز و عبادت های زیادی است که در این روز باید انجام شود و شریعت اسلام از روزه گرفتن از این روز منع کرده تا که انسان احساس ضعیفی در مقابل دیگر عبادت ها که در این روز ترغیب شده نکند و با قوت کامل دیگر عبادت هایی که برای از او ترغیب شده در این روز آن را انجام بدهد. و همچنین علت دومی برای منع کردن از روزه این روز چنین بیان کردن که تا که مبالغه در تعظیم روز جمعه نشود، همچنان که یهود در تعظیم روز شنبه زیاد غلو کردند و نصارا در تعظیم روز یک شنبه زیاد غلو کردند، باید مسلمان ها در تعظیم روز جمعه که روز عید آنهاست اینقدر غلو نکنند که او را مختص به عبادت قرار دهند. و همچنین به خاطر از این رسول اکرم صلی الله علیه و آله منع کردند که تا که روزه گرفتن این روز بر بالای مسلمان ها واجب نگردد، از خاطر خوف وجوب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن این روز مسلمان ها را منع کردند. به هر حال ما من حیث یک مسلمان اگر حکمت این را بدانیم یا ندانیم، وقتی که در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع شده، باید به امتثال این امر
این فرموده الله متعال که و ما کان لمؤمن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة من امرهم. بنابراین ما مجبور هستیم که با اتباع سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این روز را به تنهایی خود روزه نگیریم، چه حکمتی از او را بدانیم و چه حکمتی از او را ندانیم. این بود دوستان عزیز روزی که روز جمعه، افراد روز جمعه به روزه گرفتن که آن به نزد جمهور علما مکروه است و باید انسان مسلمان به اتباع سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این روز را به تنهایی خود روزه نگیرد و روزه های در اینجا چون وقت برنامه ما به پایان میرسد، روزه های دیگر را که روز افراد روز شنبه هست و همچنین روزه گرفتن چند روز آخر شعبان است و همچنین روزه گرفتن همه سال هست یا همه عمر هست، اینها هم از جمله روزه های مکروه هست. در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کراهیت آن بیان شده که در قسمت آینده خدمت شما بیان خواهم کرد. تا به وقت الله حافظ و نگهبانتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.